بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز مصادف است با سالروز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جواد علیه السلام. از آنجایی که امام در هر عصری پدر دلسوز و مهربان برای مردم هستند، برای امت هستند، به صورت طبیعی هر کس در سال روز وفات پدرش، مادرش، بستگان نزدیکش سالگرد میگیرد، یاد میکند، متأثر میشود. امام که پدر حقیقی ما هست، آیا سزاوار نیست که ما در سال روز وفات اون حضرات یا سال روز میلاد اون حضرات یاد از آنها بکنیم؟ اون پدران دلسوز و حقیقی ما، چون یک پدر است که واسطه در خلقت ماست، فقط از واسطه اینها به دنیا آمدیم. اما پدران حقیقی امام و پیامبر که پدران حقیقی امت هستند، اینها دلسوزان زندگی ابدی ما هستند. هم در دنیا برای ما دلسوزی میکنند که آرام باشیم و همچنین دلسوزی میکنند برای ما زحمت میکشند، برای ما نصیحت میکنند که زندگی شما در دنیا طوری باشد که به سعادتی ابدی برسید. پدر و مادری فیزیکی ما در دنیا فقط وسایل خوراک و پوشاک دنیایی ما را آماده میکنند. اون هم اگر مهربان تر باشند در فکر دینشان هم هستند، اما امام پیامبر اونها در فکر زندگی ابدی ما چی در دنیا و چی در آخرت هستند. لذا نصیحت ها، احادیث و راهنمایی هایی که از طرف آنها شده اگر ما عمل بکنیم، اونها طوری ما را راهنمایی میکنن که هم در این دنیا و هم در دنیای بعد برای همیشه راحت باشیم. چرا؟ چون ما دو رقم علم داریم. یک علم بشری که بر اساس تجربه و حس بناگذاری شده، یعنی مبنای این علم، منشأ این علم تجربه بشری و حس بشری هست. اما یک علمی هست از طرف خداوند، از طرف وحی توسط پیامبر و امامان که اینها فراتر از تجربه بشری هستند، یعنی مطابق با واقع هستند. تجربه بشری بر اساس ظن و گمان هست، آیا 100% باشد یا نباشد معلوم نیست. مثلا فلان دارو برای فلان مرض درمان هست، آیا 100% هست؟ هیچ کسی همچون ادعای نمیتواند. یا مثلا اگر کسی فلان رفتار را داشت، فلان رفتار را داشت، از نظر روانی این چنین هست، آیا این 100% هست؟ کسی نمیتواند ادعا بکند. اما احادیث و روایاتی که از طرف ائمه معصومین علیهم السلام، انبیا از جانب خداوند به ما رسیده، اینها 100% هست. منتها این که ما اثرش را در زندگی نمیبینیم چون ما فقط عوامل بیرونی را میبینیم. ما دعا میکنیم، خب خداوند هم فرموده که شما دعا کنید من به اجابت میرسانم. خب چرا دائما مستجاب نمیشود؟ ما فقط خود را میبینیم، دعا را میبینیم و طرف هم خداوند را میبینیم، اما چی عوامل دیگری در این میان دخالت دارد اونا رو که ما نمیبینیم. مثلا یکی از شرایط دعا خوردن لقمه حلال هست. آیا ما میتونیم ادعا بکنیم که 100% هیچ لقمه حرامی، لقمه شبهناکی در وجود من نیست؟ کی میتواند در این زمان ادعا بکند؟ خود این شرط دعاست. حق الناس بگردن ما نباشه، یک شرایط دیگری دعا.
ما در روز چند تا غیبت میکنیم، در روز چند تا آبروریزی میکنیم، چند تا تهمت میزنیم. خب اینها شرایط دعاست و شرایط بسیاری دیگری. پس بنابراین آنچه که از طرف خداوند توسط پیامبران، توسط امامان به ما رسیده است، علم حقیقی است، مطابق با واقع هست. تا جایی که امکان دارد ما اگر به اینها عمل کردیم، به اون حقیقت، به اون آرامشی که توسط این حادث به ما رسیده میرسیم و از خدا بخواهیم که این توفیق رو به عنایت بکند. اما تجربه بشری 50-50 هست. به قول آقای قرائتی 100 سال تبلیغ کردن که شیر خشک بهتر از شیر مادر هست، اما بعد از 100 سال گفتن نه ما اشتباه کردیم، شیر خشک با شیر مادر قابل مقایسه نیست. خب تجربه بشری اینه دیگه. از جمله امام جواد علیه السلام میفرماید المؤمن یحتاج الی 3 خصال. مؤمن محتاج میباشد به سوی 3 خصلت، یعنی این 3 خصلت همواره باید با مؤمن باشد. اون کسی که ایمان به خداوند دارد، اون کسی که ایمان به میعاد، بازپرسی روز قیامت دارد، اون کسی که ایمان به ارسال پیامبران دارد، ایمان به دستورات دین دارد، اینها باید این 3 خصلت همیشه همراهش باشد. اگر این 3 خصلت بود، این به اون زندگی سعادتمند میرسد. اما اگر این 3 خصلت نبود، معلوم نیست که این زندگی چطور خواهد بود. یکی از اون 3 خصلت توفیق من الله. هر کاری را انجام میدهیم باید توفیقش را، زمینه رسیدنش را از خدا بخواهیم. توفیق یعنی خداوند زمینه رسیدن به فلان هدف، به فلان مقصدی که ما به سویش حرکت میکنیم آماده بکند. چون ما برای رسیدن به یک مقصد تنها عوامل بیرونی را میبینیم، اما 10 صدها عوامل درونی و پشت پرده‌ای که در این رسیدن به مقصد ما دخالت دارن و خدا میداند، اونها رو که ما نمیدانیم. مثلا از اینجا ما میخواییم بریم تهران، ما تنها خود را میبینیم، وسیله رسیدن را میبینیم که ماشین باشد یا مثلا قطار باشد یا هواپیما باشد، اما عوامل دیگری که ممکن است ما را یاری بکند اونها رو ما نمیبینیم. مثلا ما میریم ترمینال، یک مشکلی کوچیک پیش آمد، سردرد شدیم، پادرد شدیم، شکم درد شدیم، خب نمیتونیم به مسافرت ادامه بدهیم. یا خدای نخواسته تصادف کردیم، یا خدای نخواسته خب یک مشکل دیگر پیش آمد. پس بنابراین توفیق یعنی زمینه رسیدن به یک کار تنها این نیست که ما عوامل بیرونی را میبینیم، عوامل دیگری هم دخیل هست که ما از خدا بخوایم که خداوندا من میخوام این کار رو انجام بدم، تو یاریم کن. مثلا همین در مسئله ازدواج در روایات هست وقتی شروع به خواستگاری میکنی، دنبال ازدواج میروی، 2 رکعت نماز دارد، این نماز را بخوان، بعدا دعا کن خدایا من قصد کردم که ازدواج بکنم، فلان مورد میخوام خواستگاری بروم، خدایا اون چیزهایی که در زندگی ما را به این هدف میرساند و این هدف برای ما با خیر باشد، با برکت باشد، تو اونها را آماده کن. از جمله مثلا همسری بر اثر رایم قرار بده، همسری را میخوایم برگزینم، تو ما را به این هدف برسان که با محبت باشد، با الفت باشد، با تعهد باشد، مهربان باشد، صبور باشد، اهل گذشت باشد، تو اینها را زمینش را آماده کن. خب اگر به خود ما باشه چی؟ خوشگل باشد، مالدار باشد، جهزیه بیشتر بدهد، خب این هاست. آیا اینها مشکل را حل میکند؟ اخلاق نباشد، با جهزیه تنها مشکل حل میشود؟ پس بنابراین هر کاری انجام میدیم، مخصوصا مسئله ازدواج، توفیقش را از خدا بخوایم که خدا ما را به سر یک مقصد، یک هدف، یک همسری که شایسته باشد، اهل زندگی باشد،
او زمینش را فراهم بکند. و واعظ من نفسه، و چیزی دیگری که مؤمن همیشه به اون محتاج هست، واعظ پند دهنده از درون باشد. چون ما یک پند دهنده بیرونی داریم خیلی زیاد هست، سخنرانی هست، تلویزیون هست، محاوره ها هست، اینترنت هست، احادیث از اونجا میبینیم، اما چقدر روی روان ما، اعتقاد ما تأثیر بکند این بستگی به پذیریش ما دارد. به فرموده امام علی علیه السلام ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چی بسیار اعتبارها زیاد هست، پند دهنده بیرونی زیاد هست، اما پند گیرنده، اون که پند پذیر کم هست. خداوند به ما توفیق بدهد که ما پندگیر باشیم، پندپذیر باشیم. اگر پندگیر و پندپذیر باشیم، وقتی آیات را میشنویم روی روان ما تأثیر میکند، روی عقیده ما تأثیر میکند. احادیث را میشنویم روی عقیده ما تأثیر میکند. یعنی خداوند زمینه پذیریش آیات خودش، احادیث ائمه معصومین، احادیث پیامبران را در دل ما آماده بکند. قلب ما به منزله یک زمین آماده کیشت قرار بگیرد. اگر زمین آماده کیشت نباشد، شوخم نزنی، کود ندهی، زمین سخت باشد، تخم رویش بفشی، چی فایده داره؟ اما اگر زمین نرم بود، آماده پذیریش بود، وقتی تخم میریزی ثمر میدهد. قلب ما هم اگر زمینه پذیریشش را آماده کردیم، این برای ما سعادتمند می شود، پندپذیر می شود. اگر نه زحمت نکشیدیم، آماده نکردیم، این زمین به بجای اینکه شوخم بزنیم برای پذیریش آیات و روایات آماده بکنیم، برای پذیریش مبتذلات آماده بکنیم، دیگر احادیث رو این تأثیر نمی کند. این قلب مانند زمین سخت، مانند سنگ می شود. اگر متوجه نباشیم، بجای این که دستورات خدا رو بیشتر گوش بدهیم ببینیم، چیزهای دیگر رو گوش بدیم ببینیم، و قلب سخت می شود، پندپذیر نمی شود. امام جواد علیه السلام فرماید اگر میخوای زندگی سعادتمند داشته باشی، از درون خودت آماده پذیریش آیات الهی باش. و قبول مما ینصحه، و سومین چیزی که یک مؤمن به اون محتاج هست، قبول نصیحت کسی است که او را نصیحت میکند. الان متاسفانه از بحث درباره روحانیون بد شنیدیم، خبررسانه ها به ما بد تبلیغ کردن، تا یک شبکه میبینیم که روحانی است فوراً میگیم ردش کن. چرا؟ چون اون نصیحتگر را به عنوان خیر، به عنوان خیرخواه نمیبینیم، میگیم نه، هلکی میگوید. خب وقتی نپذیریم یک کسی را به عنوان خیرخواه، حرفش را هم قبول نمیکنیم. اول به عنوان خیرخواه مصلحت سنج طرف را بشناسیم، بپذیریم تا حرفش روی قلب ما تأثیر بکند. وقتی میگیم نه آخوند فایده ندارد، کسانی که سن سالش بالاست، میگیم نه این تاریخش گذشته، بابا این پر از تجربه هست، میخواد تجربه هایش رو به تو منتقل بکند، نه این تاریخش گذشته، این مال زمان ما نیست. یعنی به عنوان خیر، به عنوان خیرخواه نپذیرفتم. خب وقتی نپذیریم نصیحتش هم قبول نمی کنیم، در حال اونها ذخیره تجربه هستند، از باب خیرخواهی برای ما نصیحت میکنن، مخصوصا پدر و مادر. تا وقت نصیحت بکنن میگه خب اینا تاریخش گذشته. قبول مما ینصحه، کسی که نصیحت میکند به عنوان خیرخواه، به عنوان پندهنده، به عنوان کسی که میخواد تو را به راه راست هدایت بکند، بپذیر. اگر نپذیرفتی نصیحتش هم قبول نمیکنی. خلاصه این که اگر ما بخوایم به زندگی سعادتمند برسیم، این احادیث مطابق با علم حقیقی هست، اینها رو ما را 100% به اون چیزی که واقع هست، اون سعادت حقیقی میرساند. اگر نه نپذیرفتیم که ما میخوایم علمی زندگی بکنیم، با تجربه
بشری و حسی باشه. اونم 50-50 است، برسیم نرسیم معلوم نیست. الان در سایت های روانشناسی معیارهایی که برای ازدواج پیشنهاد میکنن، هر سایت 20 30 40 50 معیار برای ازدواج شمرده که هیچ کدامش هم به اون معیار حقیقی اشاره نمی کند. اما دین میگوید اگر تو این 4 معیار حداقل توکل، دینداری، اخلاق، نسل خوب باشه، زندگی آرام می شود. ما میگیم نمیخوایم با معیارهای روز سبک ازدواج مدرن زندگی بکنیم، انتخاب با ماست. اگر به سعادت میرسیم این دستورات، اگر نمیخوایم به سعادت برسیم باشه، علم روز زندگی کنیم. اون علم روزی که غرب را به این روز رسانده ما هم به همون خواهیم رسید. اختیار با ماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.